همیشه به خودم میگفتم که یه روزی من بالاخره به فضا خواهم رفت. به دوستان میگفتم، به مادر پدرم میگفتم، به همه میگفتم و همه موقع کوچیک بودم یه دستی به سرم میزدن و میگفتن که حتما میری حتما میری. بعد از اون برم یه لبخندی میزدن که حالا بذار یه ذره بزرگ عقلش میرسه. فکر میکنم من یا هنوز بزرگ نشدم یا هنوز عقلم نمیرسه، برای اینکه این یه آرزویی بودش که هیچ وقت از دست ندادم و با خودم همیشه اینو توی قلبم نگه داشتم و پرورشش دادم. همین باعث میشه فکر میکنم که آرزوهایی که خیلی غیر ممکن به نظر میاد با این حال به واقعیت بپیونده، برای اینکه اگر فراموشش کنیم، اگر حتی دری جلوی راهمون باز شده چون فراموش کردیم اون آرزومون، هیچ وقت اصلا به طرف اون در شاید نریم.